یه دایره به شاهای 6 رسم کنین. لبه دایره پرگار رو بذارین و 6 قسمتش کنین. نقطه ها رو به هم وصل کنین. نقطه های روبرو هم به هم وصل کنین. یه مثلث دیگه که تبدیل به ستاره میشه. نقطه هم مثل رأسش امتداد میدین. حالا از وسطش یه کمان میزنین. حالا میبریمش. حالا میتونیم با یه چیز نوک‌تیز یا خطکش خط‌ها رو ایجاد کنیم تا بتونیم تا بزنیم. همه اینا با تکرار و تمرین خوب میشه. همینجوری مثل کلیپی که درست کردم پیش برین دقیقا میتونید درستش کنین. اندازه هم که همش درست کنین. دیگه داریم آماده. آیتممون آماده شد.